سلام و درود بینندگان گرامی، امیدوارم که همه کسا خوب و صحت و سربلند باشید. و یک موضوع امروز میخواستم که مونم اویدی شاهدان باید قتل کرده شوند. و دیروز در سامانه رادیو آزادی یک خبر رو دیدیم که حسین عبدالصمدوف رو در زندان یا کشتن یا که به اصطلاحی که خودش فوتیده است. و ما میپردازیم به اصل قضیه، چون که امروز زمان رسیده است که باید ما پرده ها را از روی رژیم بیرون برداریم و حقیقت را به مردم قصه کنیم که تا مردم دانند که در تاجیکستان عزیز ما چه حادثه ها گذشته ایستاده است. و پیش از آن که ما قضیه را قصه کنیم و شما هموطنان عزیز یک نوار میمونیم و نوار را تماشا میکنیم و صحبت خود را ادامه خواهیم داد و نوار را میبینیم همه کسا، بعد میگردیم به قضیه صحبت. شمس‌الله این روزها سرتشویش است. به عائله هایی که از سیل ضرر دیدند کمک میرساند. این بار کمک آموزگاران را خانه به خانه تقسیم میکند. شکر جمع کن، پیاز جمع کن، پرودوکت مکرون، برنج، سبزی. در دهه سیلگاهی ناحیه 5 17 می سیل آمد. حدود 30 خانه ضرر دید، 10 گکتر کشت نیست شد. به گفته ساکنان فقط اقربا و همدهه ها هستند که در این فلاکت پهلوی آنها ایستادند. این خدمو یک معلمه گلوف یک معاشم اون خریده تقسیم کرد. آخی تنورو هم دیگدونو هم چیش دیگه گودکاکش نمیمونه. گلی جان رسولووا میگوید وقتی از آمدن سیل خبر یافت که الکی لای آب دری درآمد را گرفته بود. او با 4 کودکش در 4 دیوار خانه تنها ماند. پایین طرف اومدم که تعمیر اسم آوشی در گشتم درونه پروردگار قپیدم اونجا ایستادم. خدا گفتم یک کار خواب کردم، فریبشو کردم که هیچ گپ نیست. 1-4 ساعت همی خیلی دوام کرد. درو تر چیدم قیمه کشن آب بکنم. مهینه چون از آمدن سیل باخبر شد میگوید سرلوچ و پایلوچ کودکانش را گرفته از خانه بیرون شد. سیل خانه اش را به این حال آورد. حالا به تنهایی تلاش دارند خانه را به حال اول آورند که کار دشوار هم هست. از روز آمدن سیل یک چند روز گذشته است. آنها میپرسند در این روزها چرا کارمندان حالتهای فوق‌العاده پهلویشان نیستند. این چه زنگ‌های روز که کار نهید چی داره؟ کار را حکومت نگاه میکنه، کرمید میکنه، مهنه میتره. ساکنان میگویند هر بار آوان بارانگری از این دره سیل می آید. به سبب آنکه آن آبرو ندارد خانه و زراعت مردم را می شوید. پرتون باید که راستگی باشه که در زهبرو برآمده روه. از دست مردم هیچی نمیاد. عمرعلی صبوری نفقه خور تا سیل از این زمین بادرینگ های تر و تازه می خورد و حالا به زمینی ولنگار شده می نگرد و حسرت می کشد. تشویش او از چیزی دیگر هم هست. همین جایی که سیل آمدگی در همونجا در دره قرقلی همونجا مردم وقتی که چهارراهای سوختنی سیبیرسکی از و می داشتن همونا برجا همونجا چقری کنده می موندن. همونا همش آورده است. ولی من در بی میونم که می ترسم که بعد یک چند وقتی که حرارتی مقصد هوا زیاد شود همین ویروس همون عاقبت‌های همون کسلی‌هایی که زیر خاک بودن باز در مردم سرایت نکنند. سیل در ناحیه 5 جان 3 نفر را ربود و اساساً 3 جماعت آزادگان، کبود سیفیدین و نمونه ضرری بیشتر دیدند. حکومت کمیسیه تأسیس داده است که ضرر ساکنان را حساب می‌کند. اکنون دیدید که در ناحیه 5 سال 2018 سیلخیز یعنی که بارشات های زیادی بارید، تقریبا 16-17 می سال 2018 بود. در
ناحیه 5 و فرخور در همین دو منطقه سیلخیزی شد و چندین منطقه رو این سیل خراب کرد. و برای چی که من این نوار رو پیشکش هموطنان موندم که چون که این اصل قضیه عملی تروریستی که 29 ایول سال 2018 رخ داد در شهرهای دنقره و کولا بود خطا نکنم و اصل قضیه از همین سیلخیزی ساشت. و وقتی که مردم سیل که خیز حکومت رحمانوف و رژیم رحمانوف چکو کرد و مردم کمک‌های مالی نکرد، پولی نکرد. از همین لحاظ مردم کم کم مردم ناحیه 5 چکو کردن، کم کم اعتراض کردن که چون که حکومت ما را یاردم نمیکنه، همون آسیب زده ها. و بعد از تقریبا یک ماه گذشتن، ماه ایون یا که اول ایول پیش از این حادثه رخ دادن، باز یک قصه عجیب رخ داد در این منطقه. در ناحیه 5 کسی اگر رفته باشد در اون منطقه در کوههای همون ناحیه 5 پیستازارها می شود و وقتی که همون به اصطلاح مردم کوچه بگیم همون سیزن پیسته که سر کشید، مردم چکو میکنن؟ میروند پیسته رو میچینن. و یکی از برادرانی همون نفرهایی که قطعی عبدالصمد و حسین عبدالصمدوف بودن و یکی از برادران همین ها را چکو میکنن؟ وقتی که به پیسته چینی میروه اون نفر همون پلیس یا که همون اخرانه بگیم چکو میکنه؟ اسبش یک تیر میزنه و اسب اون نفر کشته میشود و اون نفرم یک تیرگه در پاهای همین برادر که کشته بودنش سال 2018 گفتی رمضان رحمزاده بیزرهش رو گردوندن، یک برادر همین نفر چکو کردن؟ پلیسی همون ناحیه 5 تیر زد برای که تو گفته غیر قانونی پیسته میچینی. گفته همه خیلی. بعد از این حادثه واقعه چکو کردن؟ مردم ناحیه و نزد پلیس رفتن. خلاص اعتراضات در این بین زیاد شد، در این بین که مردم اعتراضات کردن و اینها تصمیم گرفتن که باید یگان چکو کنن؟ یگان عملیاتی که بالای مردم همون ناحیه 5 چکو کنن؟ انجام بدهن. و باز برمیگردیم به قضیه همون سال ماه می پیش از آمدن سیل. 12 می سال 2018 هم خود رحمانوف یک پیش از ماه شریف رمضان بود یک ملاقات با زیویا داشت و در اون ملاقاتی که گسترده، یک ملاقاتی که بسیار کسانی که تماشا کرده باشند بسیار اونجا رحمانوف هم چون خچ قاضی گرفت. از همون زمان رحمانوف تخلصی قاضی راغونعلی رو گرفت چون که یک چند فتوایی که دو در اون 12 می سال 2018 بود و در همون رفت سخنرانیش گفت که نفرایی که از سیاح هستند و او سیاح ها را نفرایی که رشوه میگیرن یا که یگان کار میکنن با اون نفرها، اون نفر باید چکو کنه؟ خائن دولت یا ملت اعلام کرده شود. و از همین لحاظ حکومت رحمانوف هم امنیت رحمانوف یتیموف هم یک نقشه کشیدن که باید که ما یک کار کنیم، یعنی باید که سیاحان رو در پلان گرفتن و بعد همین سخنرانی رحمانوف در خود همون دنقره یک سیاح چکو کردن، یک جوانی از سیاح بگیم که در هم پلتکش درمد چکو کرد؟ تجاوز کردن نفر و اینها یک کار کردن که باید همین سیاحان یگان قتل کنن، تجاوز کنن یا که رشوه بگیرن. یگان نفرهایی که مثال آدمایی که تماما در سیاست خوش نیستن و اون نفرها را چکو کنن؟ همین کار را بکنن، بازی را بکنن و دیگر سازمان ها و حرکت ها و حزب ها را متهم به این عملهای تروریستی انجام بدین. و این جوانای گفتیم که 4 نفر بدن وقتی که حادثه که 29 ایولی سال 2018 به وقوع آمد در
دنغرده سیاحان رو با ماشین کشتن آنها و با کارد تبرم به قول رژیم رحمانوف کشتن شدن آنها و بعد این حادثه 4 نفرش رو به ضرر گردوندن و 2 نفرش از ناحیه 5 بود و 2 نفر گشت از شهر نورک یا که ناحیه نورک بود و این 4 نفر به ضرر گردونده شد و خود حسین عبدالصمدوف بازداشت گردیده شد و اونها هم بعد از چند روز یک نوار پیدا شد در شبکه‌های اینترنتی در گویا در سامانه همون داعشی بود و قولی در اونجا فقط همون کمیته یتیم داستم داره که بدوید چون که خیلی بنده این سامانه را جستجو کردم و اون نواری که ارگینالش میخواستم که پیشکش مردم بکنم و متاسفانه او را ما پیدا نکردم فقط از همون رادیو آزادی بدمون رسمشو بود و بعد از چند روز همین نوار را نشر کرد و داعش رو متهم کرد که گویا که اینها همون پیروان داعش بودن و اینها سوگند به البغدادی خوردن و چکو کردن و اون نفرها گویا که داعشی بودن و بعد که این حادثه در ناحیه میگردیم با قضیه ناحیه 5 وقتی که برادر این نفر تیر زدن از جانب پلیس همون ناحیه همون پیستازورها و این مردم اعتراضا کردن و این 2 جوانی که در فدراسیون روسیه در شهر نوسیبیرسک بودن این 2 نفر زفر نام داشت یتگش از یادم برام چنم داشت خلاص و اون نفرها چیکار کردن در همون شهر نوسیبیرسک در یک زوادی مروژنی کار میکردن و از کمیته امنیت یتیموف اونها دزدیده میشوند و برده همین کارها رو با همراهی عبدالصمدوف این برادرش حسین عبدالصمدوف این کار رو انجام میدن و این عمل تروریستی رو انجام میدن و با چمی مردم چیکار میکنن خوب میپوشن و بعد این عمل حادثه خونین همون منطقه که اعتراضگرا بودن همون منطقه که سیل زده بود یا که 1 نفر اونها رو از جانب پلیس ناحیه بگیم تیر خالی کرده بود و اون نفرها را چیکار کردن چندین نفر بودن به اصطلاح تاجیکی شکستن شد و پس اینجا یک سوالی مطرح به میان میآید که پس چرا 3 نفر از ناحیه 5 بود و 2 نفر از منطقه نورک و چرا با سوال به میان میآید که از کلاب نه از فرخور نیست از دیگه منطقه نه علل خصوص از منطقه نورک و ما برمیگردیم ویدیو را میمونیم نوار را میمونیم یک نوار داریم این نوار را تماشا میکنیم همه کسا کوتاهک میمونیم اون نوار و بعد برمیگردیم به قضیه ناحیه یا که شهری نورک و نوار را حاضر میگذاریم پیشکش ما میکنیم سیان خریستم برای آدمایی که عرض به شکایت میکنن فشار آوردن تحقیق کردن به اولیاشون به خودشون من است شما ما رو فشار آورده میجاد نکنید ما بسر ما جو مرده گوری گوزیم که شما در جمعه تحقیق کردن که در وسیع فلکورای بیرق زدیم دودر بفهم اردیم به حق میگم که ما میتونیم در همون خوش کنیم عقبه اگر تو مردک باشی کسی شما به کسی شما اول نگینه پیرات کرده خدا که بیای عرضه اختیاری بنویس برو تو مودو در کرنه تی به چی در کرخته فهمیدی بعد یو شما ما رو پیرات کردید اگه ما اوجو مرده واره گاوز تو بودیم اوده همیر بیرن گاوز ختون که شکایده ما گاوز دوم دویم خواهی ما خونه در دور ماشین ما افسوس که نیارم میتونم برم یارم میتونم تو خونه نهم ایون ده داشت فرمان جناب اولیای از مجلس اولی برامدیان که فشار آوردن تحقیق کردن با اولا با خود عرضم تو حل مسئله را ولی ما حل سودی
پروکوراتور ولایت دیگه است همین کارای ما را شما تو فشار آورده من رئیس محلی گرفته به ملکه شما گفتم رئیس خاک مخاف کردم شما گفتید چه پروتکل خوندن تهمت نسبتی ما ولی من دستور پرزیدنت میرم نسبت شما که تهمت کردین مرا انا ما همین قایدار وقتی کار حل سودی رفت تو حل خش نیوه فشار آوردن ای وظیفه محلی جو که چی گرفتن حق نداره که تو حل سود نرایی به فایده کی خود ما از دهنده را فشار آوردن نبودم تحقیق کردن شما تو فشار آورده استید من که ما در رسیم حلقه در کار نیست این نوار سال 2018 27 مای سال 2018 در شبکه یوتیوب راه یافت و در این نوار دیده می شود که مردم اعتراض میکنن و از همون رئیس ناحیه یا که همون شهر نورگ ناراضگی است یک همون نفری که آدم خودشو باید رئیس محله کنن و این مردم خواستن همونجا اعتراض دارن که باید ما همون آدم خود نمونیم و نباید که همون آدمی که رئیس خودش انتخاب میکند او را ما قبول نداریم و نفر خودشو هم مردم چکو میکنن انتخاب میکنن و این نوار طولانی بود و ما کمتر همین نوار را موندیم پیشکش ما کردیم و بعد همین نوارها اعتراضایی که مردم در همین منطقه بودن و 2 نفر دیگر را این رژیم رحمانوف یا که کمیته امنیت رحمانوف چکو کرد قربانی کرد تا که همین منطقه را سیاه کنه و چکو کنه مردم خاموش کنه چون که همون مردم که علاقه بیدار شد یا باید یکون تاس بدن و مردم که تا که مردم اعتراض نکنند تاس رژیم امروز از اعتراضای مردم است اگر در کدام منطقه که مردم کمتر اعتراض کنند در اون منطقه نفرها یک منطقه را چکو میکنن میبرن 10 کس 5 کس 20 کس هم میکشن که تا که دیگرها به تاس و از همین لحاظ ناحیه 5 خیلی هم مردمه که نفره که یگان نفره که آبرومند بود نفره که 3-4 آدم اون عزت احترام میکرد و حرمت میکرد و گپش گوش میکرد و اون نفرها را چکو کردن کمیته امنیت یتیم برده و اونها رو لطکوب هم کردن و چندین روزا هم محکم کردن و بعضی هاشم به اصطلاح تاجیکی بزم کردن خلاص تمامی مردم تحت کنترل موندن و او پدر خشت برای او جوانایی که کشته شدن بدون جنازه و خاک سپردن و اون نفرها هم تهدید به اون پدر مادر خشت برای نفرها کردن که اگر شما یگون رسانوی میکنه یا که یگون گپ به مردم میگه ما هم مثل همین فرزندات رو شما را نیست نابود میکنیم این هم یک پیغامی کمیته یتیموف به مردم ناحیه 5 بود که چون که اینها چکار میکنن اینها باید سر بلند نکنن و باز اینجا یک سوال گپ به میان میآید که در همون چوله که در غره عملیات تروریستی برگزار شد و در اونجا یک نوارچه پیدا شد تقریبا 20-22 سکون یا ثانیه است و یک نوارچه پیدا شد و او را چکار کرد رژیم رحمانوف یا که کمیته یتیموف پیشکش مردم کرد و نشون داد که چخیل سیاحان را قتل میکنند و اون نوار را تماشا میکنیم و بعد برمیگردیم با ادامه صحبت. نوار دیدیم که در یک چوله که اصلا آدم هم نمیگذره اونجا یک جای دور است خیلی خلاص همونجا مثال یک نفر پیدا شد که چکار کرد یک چند ثانیه که نوار گرفت همون قاتلایی که سیاحان کشتن و پس اینجا سوال مطرح به میان میآید که سالهای گذشته چه در شهر خوجند
چی در شهر وحدت، در زندان‌های همون منطقه چندین نفر را زیاده از 100 نفر یا 100 چند نفر از جانب نفرهای نامعلوم کشته و قتل کرده شدن تا هنوز نواری که با مردم پیشکش نکردن. مدام که شما اونقدر تعریف توصیف میکنید از حکومتی که امروز گویا که حکومت گناهگار نیست، اونها بین خودشون شورش برداشتن و چیکار میکنن؟ جنگ کردن. پس چرا نوارهایی که در زندان ها هست، هر یک اتاقی که زندان است در هر یک اتاق کامرای نظارتی موندگی است و در اونجا چیکار میکنه؟ شما نوارو را نشر نمیکنه، پیشکش مردم نمیکنه که ببینه که خیلی حقیقتا همون مردم چیکار کردن؟ بین خودشون شورش برداشتن و همدیگرشون رو چیکار کردن؟ قتل کردن. پیشکش مردم کنه و ما قبول میکنیم. تا زمانی که شما پیشکش نمیکنید ما شما رو همچون خائن، قاتل و خیانتکار، جنایتکار و تمام دنیا چهره شما رو ما آشکار میکنیم. چون که شما حتی در یک مسجد یک نفر رفت همون صندوق خیریه را دزدید و کامرای نظارتی پیدا کرده که حتی اون نفرم با ماسک بود و اون نفر پیدا کرده که کی بود چی بود. و امروز در زندان ها صدها نفر کشته می شوند و کامرای نظارتی پیدا نمیکنه که شما پیشکش مردم کنه، اقلا همون خطونه بگیم که سفید کنه که ما گناهگار نیستیم. و امروز شما دیگه گله نکنه که ما شما را میگیم تا زمانی که همون نوارها رو پیشکش مردم نکنید. و از همین لحاظ زمان رسیده است که دیگر ما باید به مردم حقیقت بگیم. بس است و وقتی که طرز هروز به مردم باید حقیقت رو بگیم. چون که در طول 27 سال شد، 20 چند سال شد رژیم رحمانوف فقط تاریخ و نیاگان ما را سوزونده است. و بعضا نفرهای دعوا میکنن که از زمان زردوش یا که از زمانی که 1100 سال نمیدونم 5000 سال پیش تاجیکان تاریخ داشتن. و امروز ما شاهد حال هستیم از سال 90 تا سال 2020 30 سال میگذرد. در بین 30 سال ما تاریخ زنده تاجیک نمیابیم که در تاجیکستان چه حادثه ها گذشته است. و امروز فقط هم تاریخ یک رحمانوف است که آواز صلح کرد و دیگر تمام در گوش مردم آواز صلح کرد. دیگر نمیدونیم که سبب که مردم گریزه شدن از برای چی گریزه شدن و برای چی آورده شدن به تاجیکستان و برای چی مواجه شدن با دیگر کشورها، برای چی که چندین هزارها نفر از زیاده تا جایی که اطلاع داریم رژیم رحمانوف در اینترپول یعنی در فدرال نیروز است که زیاده از 12,000 نفر چیکار کردگی دادگیه. یک تاجیکستان کوچکی که همگی 9 تا 10 میلیون نفر دارد، زیاده 12,000 نفر آنها چیکار کردن؟ به جرم تروریست و اکستریمیست مهر زده و به کشورهای خارجه ارسال کردن. و صحبت طولانی نمی کنم چون که علاقه ما 17-18 مینوت زیاد صحبت کردیم و باقی در امان خدا باشید. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.